سلام دوستان، من محمد فتوری هستم. امروز میخوام بهتون حلقه هوشمند رو معرفی کنم. اما قبلش هم ویدیو رو لایک کنید و اگر از سبک ویدیو خوشید من حتما کانال ما رو دنبال کنید. بریم سراغ ویدیو. آقا ببینید این حلقه هوشمنده. ببینید این حلقه عادیه اما قابلیتاشو ببینیم. حسگرایی داره مثل حسگر اپتیکال ضربان قلب، مثل حسگر شناسایی، حسگر شتاب سنج 3 محوره، بعد شاخصه سلامتی، حرکت، دادایی محیطی اینا رو داره. بعد بلوتوث NFC داره، ارتباط بیسی با تلفن‌های هوشمند داره، پایانه پرداخت و دیگر دستگاه. ببینید دوستان این حلقه قابلیت‌هایی داره مثلا یه حافظه امن داره ببخشید حافظه امن داره برای یک پارچه، حافظه امن یک پارچه داره برای فضای مطمئنی برای ذخیره داده‌های خیلی مهم مثل شماره کارت بانکی و چیزهای مهم دیگه. حالا چه کاربردی این حلقه داره؟ ببینید ردیابی تناسب اندام، بعد پرداختی بدون تماس، بعد اعلان‌ها و هشدارها، بعد سری قابلیت مثل خانه هوشمند، کنترل خانه هوشمند داره که حالا بس. بعد اینکه چیزی که داره مثلا نکات مثبتش اینه که ظرفیت و نامحسوس بودنش، ظرافت یعنی خیلی ضعیف و نامحسوسه. بعد عمر باچش طولانیه، بعد بر ترمیم خصوصی خیلی تمرکز داره، بعد خیلی راحته برای هنگام پوشیدن. حالا نقاط منفیشه، نقاط منفیش اون صفحه نمایش خیلی کوچیکشه، بعد ظرفیت ذخیره سازی و پردازش محدودشه، هزینه‌اش هم بالاست. خب دوستان مرسی که می‌دیدید. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل ما هم دنبال کنید. تا ویدیو بچه‌ها رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.